Так. ما گفتیم که نقش اراده در صحت‌شوی چیست؟ خیلی شرطی همین آدم با ارادهش میزننده بسیار چیزهای نالازمه از سر خودش از فکرهای خودش میزنند. اگر شما آدمی ارادهمند ببینید، اگر روی که گویش که فلان یه خیلی گپ نمیگیرد، کار خود چه میکنه؟ برای چی داره؟ مقصد داره. برای شما یکم چی باشه؟ در زندگی چی باشه؟ مقصدناک باشه. یعنی که مقصد یکم این تنها خودتا نگاه بینه. دیگه کیست؟ اویله و نزدیکانت که خطیت زندگی میکنن. سوم فکرت چی؟ فکر بند کردن اون کسب دادن. چهارم چی؟ چهارم این مقصدی که همین آداب را رعایت کنی و مردم چی باشه؟ مناسبت خوب داشته باشه. یعنی که نگاه کنید، نه هر کس میتونه که در بین مردم یعنی که او را به نیکی به خوبی یاد کنن. بسیار خیلی میتونم خیلی زندگی کنی که مردم تو را چی؟ مردم تو را به نیکی یاد کنن. ساختن مثلا ایمیج خود، ساختن مثلا شخصیت خود برای که مردم بدانند که منفعت آور بودن، این بسیار چیست؟ بسیار مشکل است، بسیار خیلی. برای همین شما دویم فکر کنه که بعد خود چیزا چی بمونه؟ مردی نکنم نمیرد هرگز. درست؟ گفتگیست که ساده. مردی نکنم نمیرد. برای همین آدمایی هست که یک مقصدشون نمیدن در زندگی. مثلا آدمی هست که فقط برای خود چای، آدمی هست که برای خانواده خود چای، آدمی هست که برای چیست؟ برای علم و کسب یگان چیز خطی عقلش خطی کار میکنه. آدمی هست که برای آبرو کار میکنه، زندگی میکنه. مقصد داره که آبروش چی باشه؟ آبروش نقض باشه. و چیزی دیگری مقصدناک این البته بدانید که وطن خدمت کردن. یکی از آدمایی است که مقصد دارن چی؟ وطن خدمت، خلق خدمت کنن. مثلا شیرین شاه شاه تیمور مصطفی معصوم اینا کسایی بودن که برای خلق کشتن شد. و حاضر امروز خلق قدرشان کرد. یعنی که شما بکنی برای خلق و امروز حتی که با قدر یعنی همون چیز در این زمانه هم نرسد، وقتش میبیرد که خلق چکار میکنند؟ خلق بها میتید، بهای درست میتید. نبینید ما قهرمانای ملت چون کردیم، ما خیلی است نسبت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور اینا قهرمانای ملت هم. اینا جونشون رو نثار کردن برای ملت شدن. یعنی شما همین بدونید که فقط وطن خدمت کردن مطلب. مثلا تو خانه 100% باشه، 100% تینج. یعنی که وقتت خوش درآمدت هست. اگه تصور که خانه کلانت آباد نباشه چه خیلی است؟ خطرناک است. هر زمان میبینن چیکار میکنن؟ یعنی که امنیتی ترا ناراحت میکنن. میتونن که مال تا بدزدن، میتونن لط کوبت کنن اگر که چی دولت نباشه، اگر وطن نباشه. برای همین دویم بدونه که دولت این یک تینجی و امانی و امنیتی ما شماست باید بخشد. برای همین شما این مناسبت هم بدونید. خیلی налогоплательщик باید نالوگ چسپارد، انداز چسپارد. کسایی که در ساختار دولتی کار میکنن چیست نکار کنن، راستکار باشن، راستقول باشن. این همین چیزها میگم که مقدسات و ارزش‌های همین ملی را میگم که قدر کنن. اینه که ششم مقصد، این مقصد برای بشریت. مثلا ابوعلی بن سینا این فرزند توقع ملت ما مثل است. این فرزند شرق. اینجا برای کی خدمت کرد؟ برای همه مردم روی دنیا مثلا خدمت کرد. شما هم بدونید اکو باز یک بگم که ملتی که در کیم کدام کنج دنیای وقتی که شما یک برگه میگیره میکنه، اگر تصور کنید که در تاجیکستان 8 میلیونه، اگر هر کدومش یک برگی را بکنه چند برگه میکنن؟ 8 میلیون برگه میکنن. 8 میلیون برگ میتونه که چند تن کیسلرود هوا حاصل کنه. و این سبب این میشه که در روی زمین مثلا هوا میرسه. تصور یک کل 8 میلیون اگر
سوختار کنه چی برگو را بسوزونه چی میشه؟ چی میشه؟ این برگو را بگیرن بسوزن چی میشه؟ هوا چی میشه؟ هوا میشه. هوا ویران میشه. خلاص تصور کنید. یعنی که این فهمیدن در کور که ما دیگه از طبیعت کنده نیستیم. ما با طبیعت مثلا باید باشیم. پیش دوره سویتی در ما گیربری میکردیم. میرفتیم رستنی ها رو میکندیم در دفترمون چی؟ میدوختیم. همین حوض برهم خورد. برای چی برهم خورد؟ برای چند میلیون طلبه بود در SSR. همش یک تایی چی را چی میکند. چند میلیون رستنی یا چی؟ میکندن. من برای همین جان که میرسوند همین بس کنم. یعنی با بدونید که مقصد دارید که با برای طبیعت هم کار زندگی کردن است. و البته هفتم مقصد این برای خدا زندگی کردن است. خلاص آدمایی هستند که برای خدا زندگی میکنن. هستن. از برای معنویات زندگی میکنن. در زندگی مقصد خودشون هم. خیلی اونجا با گپ میزنن که بعد مردن چی میشن؟ چی گپ میشن؟ کجا میره آدم؟ چی گپ است؟ چه مناسبت ها هست؟ اونج با کاری یعنی که شخصی هر کس. اراده در چی میایستد یکم مقصد داشته باشه. مقصد فرقش نیست کدام مقصد است. مقصد صحتی است، مقصد خانه سازی است، مقصد خواندن است، مقصد چیست؟ این گفته همون روزا نیمه زچینه. شما مقصد داشته باشید. وقتی شما مقصد دارید بدونید که اراده شما زنده است. شما رو به همون سمت چیکار میکنن؟ روانه میکنن. دوم چی داشتن در کار؟ چیکار کنیم؟ دوم چیزی که اراده را میخپد، بالاش را میایستد. چی؟ tak فکر کردن باز آدم مقصدناک ارادهش که مثلا مجبورش میکند به همون کار رفتن شک نداره. در غلبه خودش در حق بودن خودش بدگمان نیست. شکاکی نمیبره. راست میکنم، راست نمیکنم، میشوه، نمیشوه. و چی میگه فقط؟ میشوه میگه. میتونم میگه همین کار کنم. و اگر خطیش بشینی تو دمی یادنو که بگیری در دلش شبهه اندازی که یکی همین کارو خیلی الان قهرش میکنن. نه تو میگن مرا ضعیف کردی. حتی ایروی دلسوزی میگوی که مثال میگوی که یکی همین کار نشود، یک صحت نشوی، یکی توبت کنی صحت، یکی کارات برار نگیرن، یکی هم خیلی یعنی که دویم چی دارد آدم؟ بدگمانی دارد. نه پسیمیست. برای همین آدمی چی؟ آدمایی که ارادهشون قوی هستن چی هستن اینا شکاک نیستن. یقین میدونه که من همین چی همین کارا کنم میشود. برای همین چی دارن؟ یقینن در گپ خود یقینن. سیم آدم ارادهمند چی دارد؟ برای اون که همین آدم ارادهمند بشه اگر او دائم اطلاعات جمع میکنه. اطلاعات یعنی که با معنای چی؟ درباره مقصد خودش دائم میپرسه. همین قطعش که شیشتی ای سیورنی پاتوک ای یوژنی پاتوک ای کیم کجای افریقا فوتبالیستو چیکار کردن گپ نمیزنه. و درباره چی گپ میزنه؟ فقط درباره مقصد خودش گپ میزنه. یکی نزدیکی بسیارش باشی مقصدات روشن میکنه. بفهمی این بشینه ایلو با چیز گپ میگه. ایا آدمی پرستوی گپ میگیره. خاطر میشینه هم یک گپی بعضی وقت یک گپ کسی میشنوی که سانش نمیکنه.
در زندگی چی یکی همون گپی احمق میتونه که بر تو چی بیاره؟ منشأ بیاره. برای همین آدمی که اراده‌مند است فقط درباره مقصد خودش زندگی در مقصد داره، کنکریت در مقصد داره. یعنی بعضی شما کسل میشید، برای چی کسل میشید؟ برای اینکه مقصد مرگ میمونه، مردن مقصد میمونه، ته دلتون میخواه مردن. با وقتی که مردن میآید، شمالش میآید، سایه‌اش میآید، تاریکیش میآید، غم اندوهش میآید، بعد میگید که نه ولی من مردن نمیخوام. یک قسم معنیت مقابلت میکنن. بعد نباشد که نگار خودی آدمه که در تگ دلش اجازت میده که من همین زندگی مرام خوبتر از گفتن یک بار همین خیلی یک سبوک چی میگذارم. بعد همون پرابلم چی سر میشه؟ تخم شایده سر میشه. با آدم مقابلت میکنه. اینا مقابلت برعکس میشه. فهمیدید گناهکار کی بود از داریم؟ فوبیا یعنی ترس انسان یک سببش خود انسان است که همون هم میخواه. اطلاعات دانش جمع میکنه، کتاب میخونه، قطعی اون که کسایی نمیشینه که اول منفعت ندارن. چهارم نگاه کنید. این آدم رابطه های درکاری را برقرار میکنه. این آدم میدونه خطی کی سیاس کنه، خطی کی بشینه، چه خطی کدام جوره ها داشته باشه، کدام خطی آشنا ها داشته باشه. این پروست اگر با این آدم تو منفعت نداره خطیت گم نمیزنه. شما کمتر آدمای داراتر، آدمای وظیفه‌دار، آدمایی که کمتر در زندگی موفقن کو برای هم بار خطیشون بشینه و این سرازو نگاه میکنه که همین انسان یکون منفعت هست یا نه؟ این به یکون چی هست؟ برای چی؟ وای وقت چه بهوده چی؟ صرف نمیکنه. یکون باری خیلی رابطه نمیسازه که همین رابطه ساخت همش بچه شد با مقصد نشد. برای همین بدونید که میفورتون ارادتون قوی شود. شما چی؟ رابطه های درکاری را همین دو بار خطی یا آدمی به ارادت بشینی چی میگه تا؟ اما تو مقصد داری که صحت شوی. یا آدم میبینی که میگه گوش کن هیچی همه من صحت نشدم تا هم نمیشه. من هم خداودا کردم هیچ فایده نکردم. تا یک جا صحت میشه. من باید زورتر بودم. من خیلی داشتم. چیکارت میکنن؟ ویران میکنن مناسبتات. روزی کل میخواه که تمام عاقل چی باشه؟ روزای کل باشن در تمام عاقل. همین آدمی که در زندگیش موفقیت نکرد میخواه که اثبات کنه که وای گناهکار نیست. همه خیلی نازی میگه در اصل خیلی نیست. یقین بدونه که شما میدونه که اگر رابطه های درست کرده، اطلاعات جمع کرده، یقین کرده مقصد ماندگی هسته، شما انشاءالله با همون چیتان چی مقصدتون میرسه. بگذار سلامتی باشه، بگذارین که خانه سازی باشه، بگذارین سیر تماشا باشه، بگذار خدمت پدر مادر باشه، بگذار زنگیری باشه، هم عائله برپا کردن باشه، حتی شوهر کردن باشه که مثلا مقصد ماندن در کار که چخیل کنن که همون که یک عائله درست برپا کنن. پنجم، این آدم رجای کاری داره. کدام شما داره؟ رجای روز. این آدم همین سحری پلان میزنه چی؟ تا بگره. و میدونه کدام ساعت چکار کنه، کدام ساعت چکار کنه. این آدم میره پروسته نمیشه وقت چه بگیری. بعضی وقت دلت میسوزه پروسته وقت چه نمیشه. چون که این آدم میدونه که من اگر حاضر نیم ساعت دیر کنم، نیم ساعت کارم اونجا چی میشه؟ دیر میشه. روزی در روز شما باید چی داشته باشید؟ کنی دفتر سلمان؟ کنی دفتر؟ نوشتن نکن. راهاتون، مقصداتون، گپاتون. بعد چی میشه؟ آموزش میشه. آموزش که شد 30-40% آدم صحت میشه. الان که پروست فهمش پیدا میکنه. رجای روز. ششم، این آدم
وقت غنیمت میدونن. مثلا بعضی وقت میشد که شما از معیار وقت زیاد کار میکنید. چی میشوید؟ با جو 6 ساعت چند ساعت کار کردید؟ 8 ساعت کار میکنید، نگروز که میشه. نگروز که چی میشه؟ اعصاب چی میشه؟ اعصاب خراب میشه. اعصاب که خراب شد چی میشه؟ ایراده چی؟ کار نمیکنه، سست میشه. تو سبب اون چیزی که چی؟ وقت غنیمت دانستن. مثلا وقت عمره. ماده اپریدلیان چی داده گیست خداوند؟ وقتی روی زمینی. تصور کنید. کی حاضر وقت غنیمت دانسته است؟ میدونه وقت بانکی که ما در اون وقت داریم هر روز صرف شده است، هر روز رفته است. خطی که میشینیم، خطی که گپ میزنیم، برای این وقتی که ما خطیش ما گپ میزنیم، صحبت میکنیم، این قدر کنیم. ما وقت ندارم، وقت زیادتی. وقت چیکار میکنیم؟ وقت غنیمت بدانید. وقتی که شما وقت درست استفاده بوده، مانده شوی عصب چی؟ نمیشه. مانده شوی عصب سبب اساسی تمام بیماری ها است. عصب انسان مانده شد، آهسته در وجودش چی؟ کسلا پیدا میشن، ارادهش سست میشوند، خیال های گوناگون و فشار میارن، فکرهای بیزی فشار میارن، کسلیات کرونیکیش چی؟ در وجودش بودگی برآمدن میگیرن و انسان چی؟ کسلی میشه. اسنان سرشوی، کسلی قلب، کسلی رگ، کسلی دورانی، کسلی دل، کسلی شوشها، کسلی معده، کسلی روده، کسلی گرده ها، کسلی ستون مهره، کسلی اینفکسیونی حتی، کسلی همه از چی سر میشه؟ از مانده شوی عصب سر میشه. عصب استنیزاتیا، نورستنیه میگن. عصب مثلا مانده که شد پسیخستنیه میگن. قوا که نرسید قوای عصب ارگانیسم کسل شدن میگه، بیدار شدن میگه. برای همین تفاوت اساسی که ما میکنیم مانده شوی عصب چیکار میکنیم؟ برطرف میکنیم. اراده چیزی هست که در همین درون ما که کماندیر میسته، مانند یک کماندان میسته و هر گونه فکرهایی که ما در لازم نیستن نمیمانشون. هر گونه ابرازها و صورتهایی که در ما لازم نیستن نمیمانشون. هر گونه عقیده های گوناگونی که هستن چی؟ نمیمانشون. استادگی نمیمونه. راسته ترا چی میکنه؟ ترا حس میکنه. همین خوش حس میکنه. نباشه اراده نیست، هر فکر میآید. با هر فکر چیکارت میکنن؟ کسل میشه. صحیح فکر میکنن، کسالت میکنن و دریاتون میگیره که شما اگر همین چیزا دقت بتید، اگر شما بود میکنید، اراده را تربیت میشه. و یکی از راه‌های تربیت شوی این چیست؟ هفتم مشق‌های چی میکنه آدم اراده‌مند؟ مشق‌های روانی. این آدم سکوت میکنه. کی سکوت ارزاد کرده؟ حرکت برای اون وارد کردیم. اشکال نیست، یاد میگیرم. پروستا بعضی حالات این خوبه. هیچ گپ نیست بیای بگیری. یکی یک نازکی دارن، نه؟ اجازت پرسیدن. اجازت پرسیدن. در همه جا شما چیکار کنید؟ اجازت پرسید. حتی در قرآن گفته می شود که مثلا پیش از در آمدن چی؟ اجازت پرسید. قرآن همین فرهنگ
خودی خداوند گفته که فرض پیش از در آمدن اجازت پرسید. این جای چیش نیست. شما کوشش کنید که شما میگویید با کمبودی زیاد میگویید پیش ما. این معنا ندارد که همه شما چی هستید؟ شما بسیار چیزهایی دارید که اینجا ما چیکار شما کنیم باید؟ قیچی شدن. قیچی شد که زنه مثلا روز اگر کدامتون ما سکوتی ما که امروز روانش راز با اراده از ما سرش میکنیم. شما میتونید چیکار کنید؟ شما میتونید که این مشق سکوت ها بگیرید، ضبطش کنید، هم ثبتش کنید، بگید اجراش کنید که ارادتون چی بشه؟ ارادتون قوی بشه. اراده که قوی شد، شما هر گونه فکرها را چی نمیمونه در سر. هر گونه حسیات ها را نمیمونه. نمیترسه که میمورید یا که اگه مشکلات دیگر میشه یا که پسیمیست یعنی بدبین نمیشه. شما همه وقت چی هستید؟ همه وقت خوشگمان هستید در زندگی. خوشگمان یعنی که دائم انتظار کار خوب بودن. اراده امروز شما منیستری ابرانتونه هست، وزیر مدافعتونه که شما را اداره میکنه و حفظتون میکنه امروز قویش کنه. خلاص اگر اراده در چند میایستاده است؟ این آدم چی دارد؟ مقصد دارد. این آدم یقین دارد، شک ندارد، شکاک نیست. این آدم دائم اطلاع جمع میکند. این آدم چی؟ رابطه های در کاری را میسازد در جمعیت. و کی چخیل رود، چخیل کی را خبر چکار کند، چخیل مناسبت کند. این آدم رجای روز دارد. هر روز چکار میکند؟ هر روز رجای یعنی روزی که چه میزنه که من روز رو چکار میکنم. این آدم وقت چی؟ غنیمت میدوند. بیهوده اونو در خواب در مثلا بیهوده‌گردی به کارهای چی صرف نمیکند. این آدم چی دارد؟ دائم مشق‌های روانی میکند. انا این است چی؟ که این انسان میتواند که اراده‌اش را چکار کند؟ قوی کند. شد یگان سوال داره در همین مسئله. سوالاتون هست؟ شما میدونید که در تاریخ اگر بگیریم نقش مهم مقدار عسکرها میبازید یا که سرلشکرها کماندیرها سرلشکرها میبازیدن. خلاص مثلا دارو امپریای فورس تصور کنید 1,000,000 عسکر داشت، فیلها داشت، همین خرد تکنولوژی بزرگ داشت. 250,000 عسکر قطعی اسکندر مکدونی مغلوبش کرد. پس کی میبود دست نقشه؟ نورم فردوسی گفت پراکنده لشکر نباید بکار. 200 مرد جنگی به حساب بذار. یعنی که وقتی آدم اراده دارد اگر معده هم باشد نیمی تنش هم کار نکند بسیار مشکلات زیاد داشته باشد کم وقت هم باشد همون آدمی که اراده دارد میبراید و غلبه میکند. برای امروز چکار کنید؟ در مشق روانی حاضر ما میکنیم. این روانه شده است که اراده ما را چکار کنیم؟ مستحکم کنیم.